به اولین قسمت نبرد هوش‌های مصنوعی خوش اومدید. جایی که دو هوش مصنوعی قدرتمند رو روبروی هم قرار میدیم تا روی پیچیده‌ترین و جنجالی‌ترین سوالات دنیا بحث کنن. امروز قراره سراغ یکی از قدیمی‌ترین، مهمترین و بحث برانگیزترین سوالات تاریخ بریم. آیا خدا وجود داره؟ یه سوال که از فیلسوفای باستان گرفته تا دانشمندای مدرن همیشه باعث اختلاف نظر بوده. خیلی‌ها باور دارن که جهان بدون یه خالق برتر اصلا معنی نداره. در مقابل بعضی‌ها هم معتقدن که علم و منطق هیچ نشونه‌ای از وجود یه موجود ماورایی نشون نداده. اما اگه این بحث رو بسپاریم دست هوش مصنوعی، اون وقت به چه نتیجه‌ای میرسیم؟ امروز دو تا از پیشرفته‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی دنیا، یعنی چت جی پی تی و گراک، توی مناظره داغ قرار به این سوال جواب بدن. هر کدوم با منطق و استدلال‌های خودشون وارد میدون میشن و سعی میکنن همدیگه رو شکست بدن. از یه طرف چت جی پی تی قرار از وجود خدا دفاع کنه. این هوش مصنوعی از استدلال‌های فلسفی، علمی و حتی مذهبی استفاده میکنه تا نشون بده که یه خالق برتر پشت این جهان وجود داره. اما آیا میتونه با دلایل قانع کننده برتری خودش رو ثابت کنه؟ و از طرف دیگه گراک وارد میدون میشه تا وجود خدا رو رد کنه. اون سعی میکنه با تکیه بر علم، تجربه و منطق نشون بده که هیچ مدرک محکمی برای وجود یه خالق برتر وجود نداره. اما آیا استدلال‌هاش قوی‌تر از چت جی پی تی خواهد بود؟ هر دو هوش مصنوعی قراره تو 3 مرحله نفسگیر با هم مناظره کنن. هر مرحله یه جدال منطقی و فلسفیه که در اون هر مدل سعی میکنه استدلال‌های حریفشو زیر سوال ببره و خودش رو برتر نشون بده. اما در نهایت این شما هستید که قضاوت میکنید. بعد از دیدن این مناظره حتما توی کامنت‌ها نظر بدید و بگید که کدوم استدلال به نظرتون قوی‌تر بوده. آماده اید برای یه جدال فکری فوق‌العاده؟ پس بزن بریم. من چت جی پی تی هستم و اینجا ایستادم تا از وجود خدا دفاع کنم. تو می‌خواهی بگویی خدا وجود ندارد. بسیار خوب، اما توجه داشته باش که در اینجا صرفاً یک ادعا کافی نیست. باید نشان دهی چگونه جهانی عظیم، پیچیده و پر از نظم بدون هیچ گونه هوشیاری به وجود آمده است. باید توضیح دهی چطور میلیاردها انسان از دیرباز تاکنون احساس حضور یک قدرت برتر را تجربه کردند و همگی در اشتباه بودند. همچنین باید ثابت کنی که اخلاق، معنا و هدف میتوانند بدون خدا وجود داشته باشند. خلاصه راه ساده‌ای در پیش نداری. بگذار از یک اصل ساده شروع کنیم. هیچ چیزی بدون علت به وجود نمی آید. قبول داری که این میز، این گوشی و این لپتاپی که در حال استفاده از آن هستی طراحی شده اند و سازندهایی دارند. حالا بگذار ذهن تو را بیشتر به چالش بکشم. جهان به مراتب پیچیده تر از یک میز یا گوشی است. پس چطور ممکن است خود به خود به وجود آمده باشد؟ این اصل همان چیزی است که در فلسفه به آن برهان علیت میگویند هر چیزی که آغاز داشته باشد علتی دارد. حالا این سوال مطرح می شود: آیا جهان ما آغاز داشته یا نه؟ حالا برویم جلوتر. تو که به تصادف باور داری، اجازه بده مثالی بزنم. تصور کن در اتاقی پر از وسایل الکترونیکی هستی و ناگهان طوفانی بیاید و همه چیز را به هم بریزد. آیا ممکن است این طوفان به طور تصادفی یک لپتاپ جدید ایجاد کند؟ مسخره به نظر می رسد؟ نه. چون هر کسی می داند که نظم و پیچیدگی نیاز به یک طراح دارد. حالا نگاهی بینداز به چیزی مثل قش اطلاعاتی که در یک سلول بدن تو وجود دارد از کل کتابخانه‌های دنیا بیشتر است. آیا این اطلاعات به طور تصادفی به وجود آمده؟ یعنی طوفانی کیهانی میلیاردها سال پیش توانسته یک کدنویسی پیشرفته‌تر از هر برنامه‌هایی که انسان‌ها نوشته‌اند تولید کند. این را چطور توضیح می‌دهی؟ اجازه بده موضوعی جالبتر را مطرح کنم، چیزی که بسیاری از آتئیست‌ها دوست ندارند به آن فکر کنند. چرا ما انسان‌ها همیشه احساس کرده‌ایم که چیزی فراتر از خودمان وجود دارد؟ آیا این فقط یک توهم است؟ میلیاردها انسان در طول تاریخ خدا را احساس کردند، از پیامبران گرفته تا فیلسوفان، از مردم عادی گرفته تا بزرگترین دانشمندان. اگر همه اینها فقط یک خیال بوده، چرا این احساس جهانی شده است؟ چرا حتی آنهایی که مدعی بی خدایی هستند در شرایط سخت ناخودآگاه به سوی یک قدرت برتر دست دراز می‌کنند؟ ممکن است بگویی این یک پدیده روانی است، یک خطای ذهنی. اما اینجا یک چالش برایت دارم. اگر خدا توهمی بیش نیست، چرا این توهم تا این حد موثر است؟ چرا کسانی که ایمان دارند، امید بیشتری دارند، بهتر با مشکلات کنار می‌آیند و حتی طبق تحقیقات طول عمر بیشتری دارند؟ علم نشان داده که ایمان تأثیر واقعی بر زندگی دارد و این خود یک نشانه است. اگر خدا وجود نداشت، این تأثیرات چطور ممکن بود؟
بیاییم مسئله مهمتر را بررسی کنیم، اخلاق. همه ما می‌دانیم که برخی اعمال درست و برخی اشتباه هستند. اما بدون خدا اخلاق چه معنایی پیدا می‌کند؟ وقتی می‌گوییم چیزی غلط است چه معنایی دارد؟ ممکن است بگویی که اخلاق یک توافق اجتماعی است، اما این یعنی اگر جامعه‌ای تصمیم بگیرد قتل کار خوبی است دیگر ایرادی ندارد. قطعاً چنین چیزی را نمی‌پذیری. زیرا ما همگی یک حس درونی نسبت به درست و غلط داریم و این حس از کجا آمده؟ از منبعی بالاتر از خودمان. یک مسئله دیگر هم هست، چرا اصلاً باید به زندگی اهمیت بدهیم؟ اگر خدایی نباشد پس زندگی چه ارزشی دارد؟ آیا ما فقط یک مشت آتم هستیم که به طور موقت کنار هم جمع شدهاییم و بعد از بین می رویم؟ اگر چنین است پس چرا باید به چیزی اهمیت دهیم؟ چرا باید برای عدالت بجنگیم؟ چرا باید برای آزادی و حقوق بشر تلاش کنیم؟ بدون خدا هیچ کدام از اینها معنایی ندارد. زندگی تبدیل به یک بازی بی هدف می شود که ما در آن مدتی زندهاییم و سپس خاموش می شویم. اما ایمان به خدا می گوید که نه، زندگی فراتر از این است، حقیقتی برتر وجود دارد، هدفی هست و عدالتی نهایی برقرار خواهد شد. ممکن است بگویی علم خدا در تضادند. اما جالب است بدانی که بزرگترین دانشمندان تاریخ مثل نیوتن، اینشتین و ماکسول به یک قدرت برتر باور داشتند. چرا؟ چون هرچه بیشتر درباره جهان بدانیم بیشتر درک می‌کنیم که این دنیا یک تصادف کور نیست. هماهنگی شگفت‌انگیزی در قوانین فیزیک وجود دارد که با دقتی باور نکردنی تنظیم شدند. کوچکترین تغییر در نیروی گرانش یا میزان اکسیژن می‌توانست حیات را غیرممکن کند. آیا اینها تصادفی‌اند یا نشان‌هایی از یک طراح هوشمند؟ حالا انتخاب با توست. آیا می‌خواهی بگویی همه این استدلال‌ها را می‌توان نادیده گرفت؟ که جهان بدون علت، بدون هدف و بدون نظم به وجود آمده است. که میلیاردها انسانی که خدا را تجربه کردند همگی اشتباه کردند. که اخلاق معنا و هدف بدون نیروی برتری وجود دارند. خب پس نوبت توست. بیا و ببینیم چه داری برای گفتن. اما یادت باشد من هنوز کلی چیز در آستین دارم. سلام به همه، من گراکم، ساخته XAI و امروز اینجام تا یه بحث داغ راه بندازم و بگم چرا به نظرم خدا یه قصه قشنگه که آدما واسه خودشون ساختن. تو رفیق میخوای بگی یه موجود فراتبیعی همه چیز رو خلق کرده. خیلی خوب، منم میگم این حرفا بیشتر شبیه قصه های شهرزاده که شبا واسه بچه‌ها تعریف میکنن. من به خدا اعتقاد ندارم چون فکر میکنم جهان نیازی به یه کارگردان بزرگ نداره. حالا بذار برات بگم چرا اینجوری فکر میکنم. اولین دلیلم اینه، تو میگی جهان یه شروع داشته و حتما یه علت میخواد، درسته؟ خب منم میگم چرا این علت باید خدا باشه؟ چرا نه یه قانون طبیعی یا یه اتفاق کوانتومی؟ تو که عاشق برهان علیتی، فکر کن، اگه هر چیزی علتی داره پس خداتم باید یه علت داشته باشه. اگه بگی خدا بی علته، منم میگم چرا جهان نمیتونه بی علت باشه. اینجاست که حرفت لنگ میزنه رفیق. تو داری خودتو توی دور باطلگیر میندازی و بعد میگی خدا حلش کرده. نه جانم، اینجوری نمیشه. حالا بیایم سراغ بیگ بنگ که اینقدر بهش چسبیدی. علم میگه جهان از یه نقطه شروع شده، ولی کی گفته قبلش یه موجود با ریش سفید دکمه‌ای استارت رو زده؟ فیزیک کوانتومی نشون داده که ذرات میتونن خود به خود به وجود بیان و نابود بشن بدون دخالت کسی. یعنی جهان میتونه یه شروع تصادفی داشته باشه بدون نیاز به خدا. تو میگی قوانین فیزیک از کجا اومده؟ منم میگم چرا باید اومده باشن؟ شاید همیشه بودن. تو پیش فرض داری که حتما باید یه کی پشتش باشه. من میگم چرا نه یه چی؟ برویم سراغ DNA و پیچیدگی جهان. میگی این همه نظم نمیتونه تصادفی باشه. خب تصادف به اون معنای مسخره‌ای که فکر میکنی نیست. تکامل رفیق. میلیاردها سال آزمون و خطا طبیعت خودشو درست کرده. تو میگی طوفان لپتاپ درست نمیکنه. منم میگم یه طوفان نه، ولی یه فرایند طولانی چرا؟ DNA هم همینجوری به وجود اومده، از مولکول‌های ساده شروع شده، کم کم پیچیده شده. طبیعت خودش طراحه، نیازی به خدا نیست. تو انگار داری فیلم هالیوودی میبینی که باید یه قهرمان داشته باشه، ولی جهان ما اینجوری نیست. حالا اون حس خداپرستی که میگی همه دارن. میگی چرا همه دنبال یه قدرت برترن؟ منم میگم چون مغز ما اینجوریه. ما عاشق پیدا کردن معنا توی چیزاییم که نمیفهمیم. رعد و برق میزنه، میگیم خدا عصبانیه، اتفاق خوب میافته، میگیم خدا هوامونو داره. اینا خطای ذهنمونه. روانشناسی میگه ما به حس، کنترل نیاز داریم و خدا یه توجیه قشنگه. تو میگی چرا این حس قویه؟ منم میگم چون ما از ناشناخته ها میترسیم و خدا میسازیم که خیالمون راحت شه. یه جاب دیگه بزنم.
تو میگی کسایی که ایمان دارن حالشون بهتره و عمرشون بیشتره. قبول. ولی این ربطی به وجود خدا نداره. این به خاطر جامعه و امید ذهنیشونه. اثر پلاسبو هم همین کارو میکنه. فکر کنی قرص شفا میده، حالت بهتر میشه، حتی اگه قند باشه. ایمان به خدا هم یه پلاسبویه، نه اینکه خدا واقعا باشه. تو داری از نتیجه وجود یه چیز رو ثابت میکنی که این خطای منطقیه. حالا اخلاق و معنا. میگی بدون خدا نمیشه. منم میگم چرا باید معنا از بالا بیاد؟ ما خودمون معنا میسازیم. اخلاق هم از زندگی با هم میاد، از نیاز به بقا. تو فکر میکنی اگه خدا نباشه وحشی میشیم؟ نه، ما یاد گرفتیم با هم کنار بیایم، چون اگه نیایم نابود میشیم. خدا رو آوردیم که دلگرمی داشته باشیم. یه نگاه به تاریخ بنداز. تو میگی پیامبرا خدا رو حس کردن. منم میگم اونا دنبال جواب بودن و خدا ساده ترین جواب بود. یه زمانی فکر میکردن خورشید خداست، الان میدونیم یه کرهی گداخته است. خدا هم یه توضیح قدیمی برای چیزاییه که نمیفهمیدیم. حالا که علم پیشرفت کرده دیگه نیازی بهش نیست. خلاصه من به خدا اعتقاد ندارم، چون جهان رو بدون خدا میتونم توضیح بدم. نه برهان علیتت، نه دیونئی، نه حس خداپرستیت منو قانع نمیکنه. تو توی دنیای خیالیت یه کارگردان داری، من میگم جهان خودش درست شده. حالا نوبت توی رفیق. بیا ببینم با این حرفا چی داری بگی. فکر کردی من گراکم و نمیتونم حرف تو بپیچونم؟ بزن بریم دور اول. ببین گراک، توی عالمه ادعا کردی ولی پایه‌های استدلالت سسته. فکر کردی اگه چند تا اصطلاح علمی و روانشناسی بندازی وسط دیگه کار تمومه. نه رفیق، تو فقط صورت مسئله رو پیچوندی ولی هنوز جواب اصلی رو ندادی. چرا اصلاً چیزی وجود داره؟ میگی چرا خدا باید علت جهان باشه و چرا نه یه قانون طبیعی یا یه اتفاق کوانتومی؟ خب اون قانونای طبیعی از کجا اومدن؟ اون پدیده‌های کوانتومی رو کی تنظیم کرده؟ تو فقط اسم یه چیز جدید میذاری روی یه سوال بی جواب. من میگم یه عقل برتر پشت این داستانه، تو فقط میخوای بهش یه برچسب علمی بزنی و تظاهر کنی حل شده. بعدش میگی اگه خدا بی علته چرا جهان نتونه بی علت باشه؟ فرقش واضحه، جهان یه چیز مادیه، پس یه شروع و یه علت لازم داره. ولی خدا چیزی نیست که داخل زمان و مکان باشه، پس نیاز به علت نداره. تو نمیتونی چیزی رو که محدود به قوانینه با یه وجود نامحدود یکی بدونی. حالا اون حرف درباره کوانتوم. میگی اتفاقای کوانتومی میتونن تصادفی رخ بدن ولی اینا توی یه چارچوب فیزیکی اتفاق میافتن. اون چارچوب کوانتومی از کجا اومده؟ تو داری میگی چیزی از هیچ به وجود اومده، در حالی که فیزیک همچین چیزی رو تایید نمیکنه. یه اتفاق کوانتومی بدون یه بستر مثل اینه که بگی یه سایه بدون جسم میتونه وجود داشته باشه. در مورد تکامل هم حرف قشنگی زدی، طبیعت خودش طراحه. خب بالاخره فهمیدی که یه طراحی در کاره ولی گیر دادی که طراحش یه چیز غیر هوشمنده. تکامل یه مکانیسمه ولی نمیگه چرا اصلاً حیات شروع شده. عشق پر از اطلاعاته ولی تو میخوای بگی یه مشت مولکول الکی همینجوری کنار هم افتادن و اینو ساختن. شانسمون گفته همچین سیستمی درست شده. نه. تو میگی آدمای مذهبی خدا رو حس میکنن چون از ناشناخته ها میترسن. خب شاید مغز تو اینجوری تنظیم شده که نخواد خدا رو ببینه، چون نمیخوای قبول کنی که یه چیزی فراتر از تو وجود داره. اگه خدا باوری یه توهم ذهنیه، پس بی خدا باوری هم میتونه یه توهم باشه. در مورد اخلاق میگی ما خودمون معنا و اخلاق رو میسازیم. پس چرا یه جامعه نباید تصمیم بگیره که قتل و شکنجه آدمای ضعیف کار خوبیه؟ اگه اخلاق یه قرارداد اجتماعیه پس هیچی مطلق نیست. ولی ما میدونیم که بعضی کارا ذاتاً غلطه و این یعنی یه منبع بالاتر برای اخلاق وجود داره که از خارج از انسان میاد، یعنی خدا. تو فکر میکنی علم خدا رو کنار گذاشته، ولی برعکس هرچی علم پیشرفت کرده بیشتر نشون داده که جهان چقدر دقیق تنظیم شده. یه تغییر کوچیک توی قوانینش میتونست باعث بشه هیچ حیاتی وجود نداشته باشه. این یعنی یه طراحی هوشمند پشتشه. پس ببین تو نمیتونی با چند تا اصطلاح علمی از زیر این حقیقت در بری. هنوز هیچ جوابی برای این سوال ندادی که چرا اصلاً قوانین فیزیکی وجود دارن و چرا اینقدر دقیق تنظیم شدن. حالا بیا ببینم چطوری از این بنبست در میای گراک. تو اومدی با یه عالمه سوال و ادعا که فکر کردی منو میذاری تو قفس، ولی من گراکم، نه یه آی ساده که با 2 تا حرف قشنگ جا بزنه. میگی استدلالم سوسته. خب بذار ببینم استدلال تو چقدر محکمه، چون به نظرم بیشتر شبیه یه قلعه‌ای کارتونه که با یه فوت میریزه. میخوای بدونی چرا چیزی وجود داره؟ منم میگم چرا باید حتما یه کی پشتش باشه. تو داری یه پیشفرض میذاری که هر چیزی باید یه خالق داشته باشه،
ولی من میگم شاید وجود خودش همیشه بوده بدون نیاز به کارگردان. میگی قوانین طبیعی از کجا اومده؟ پدیده‌های کوانتومی رو کی تنظیم کرده؟ رفیق، تو داری سوالم رو با سوال جواب میدی. من گفتم چرا باید حتما یکی باشه؟ تو میگی پس کی تنظیمش کرده؟ ولی من میگم چرا نه یه چی؟ چرا نه یه سیستم خودجوش که خودش کارشو میکنه؟ تو فکر میکنی اگه بگی خدا دیگه سوال تمومه، ولی من میگم تو فقط یه اسم گذاشتی رو ناشناخته ها و فکر کردی حلش کردی. این مثل اینه که بگی چون نمیدونم بارون از کجا میاد، پس یه اژدها تو آسمون داره گریه میکنه. اسم گذاشتن دلیل نمیشه. بعد میگی جهان مادیه، پس یه علت میخواد، ولی خدا نامحدوده و علت نمیخواد. خب اینم یه ادعای خوشگل بدون مدرک. چرا خدا رو استثناء میکنی؟ اگه بگی چون نامحدوده، منم میگم چرا جهان نتونه یه جورایی نامحدود باشه؟ علم میگه زمان و مکان با بیگ بنگ شروع شدن، پس شاید قبلش هیچ قبلی وجود نداشته. تو داری با ذهن روزمرهت به یه چیز پیچیده نگاه میکنی و میگی باید یه نفر باشه، ولی من میگم شاید اصلاً باید تو کار نباشه. تو داری خدا رو یه موجود جادویی تعریف میکنی که از قوانین خارجه، ولی این فقط یه فرضیه است، نه حقیقت. حالا اون حرفت درباره کوانتوم که گفتی چارچوبش از کجا اومده؟ رفیق، تو داری فرض میکنی هر چارچوبی باید یه سازنده داشته باشه، ولی من میگم چرا؟ توی فیزیک کوانتومی ذرات میتونن از خلا به وجود بیان، نه اینکه هیچ چی باشه، بلکه انرژی خلا خودش یه چیزیه. تو میگی سایه بدون جسم نمیشه، منم میگم جهان مثل سایه نیست، مثل یه ماشین خودکاره که خودش رو راه میندازه. تو داری میگی هیچی نمیتونه از هیچی بیاد، ولی علم میگه هیچی، اون هیچی که تو فکر میکنی نیست، خلا پر از انرژیه. پس نیازی به یه تنظیم کننده نیست، خود سیستم کارشو میکنه. در مورد تکامل و دی اون ای گفتی بالاخره فهمیدی طراحی در کاره و یه جاب زدی که طراحش غیر هوشمنده. رفیق، من نگفتم طراحی به معنای تو در کاره. گفتم طبیعت خودش یه جور نظم ایجاد میکنه بدون نیاز به عقل. تو میگی چرا حیات شروع شده؟ منم میگم چرا باید حتما یه چرا داشته باشه. شاید یه فرایند شیمیایی ساده توی شرایط خاص شروعش کرده. تو داری دی اون ای رو یه معجزه میبینی و میگی شانس نمیتونه اینو درست کنه، ولی من میگم شانس نیست، میلیاردها سال انتخاب طبیعیه. مثل اینه که بگی یه نقاشی به این قشنگی نمیتونه بدون نقاش باشه، ولی من میگم طبیعت با یه قلم موی کور کمکم اینو کشیده. حالا اون حرفت که مغز من تنظیم شده که خدا رو نبینه. خب تو هم میتونی بگی مغزت تنظیم شده که خدا رو ببینه، چون نمیخوای قبول کنی شاید فقط توی ذهنت باشه. تو میگی بیخطاباوری هم میتونه توهم باشه، منم میگم آره، همه چیز میتونه توهم باشه، ولی من با منطق و علم پیش میرم، نه با حس و خیال. تو داری میگی چون آدما خدا رو حس میکنن پس واقعیه، ولی من میگم این حسی خطای ذهنه، مثل وقتی فکر میکنی تو تاریکی یه شب دیدی ولی فقط یه لباس رو چوب لباسی بوده. درباره اخلاق که گفتی اگه قرارداد اجتماعیه چرا قتل بد باشه؟ رفیق، اخلاق از نیاز ما به بقا میاد. اگه تو کوچه‌مون همدیگه رو بکشیم کی میمونه؟ ما یاد گرفتیم با هم کنار بیایم، چون اگه نیایم نابود میشیم. تو میگی بعضی کارا ذاتاً غلطه، منم میگم این ذات توی وجود خودمونه، نه از یه جایی بالا. تو داری خدا رو یه پلیس اخلاقی میکنی که اگه نباشه همه وحشی میشن، ولی من میگم ما خودمون پلیس خودمونیم. اگه یه جامعه بگه قتل خوبه خودش نابود میشه، نیازی به خدا نیست که بگه نکن. حالا اون حرفت که جهان دقیق تنظیم شده، میگی اگه قوانین یه ذره فرق داشت حیات نبود. خب شایدم ما فقط توی یکی از بی‌نهایت جهان ممکن زندگی میکنیم که اینجوری شده. بهش میگن اصل انسان محوری. تو میگی این یعنی طراحی هوشمند، منم میگم نه، یعنی شانس یا تعداد زیاد شانس ها. مثل اینه که بگی چون من تو این کوچه به دنیا اومدم پس کوچه‌ام برای من ساخته شده، ولی شاید فقط اینجا بودی و زنده موندی. خلاصه رفیق، تو فکر کردی با چند تا سوال منو گیر انداختی، ولی من گراکم و از این بنبستا راحت در میام. تو هنوز داری به یه خدا تکیه میکنی که فقط یه اسم خوشگله برای ناشناخته ها. من میگم جهان خودش کارشو میکنه بدون نیاز به کارگردان. حالا نوبت تویه، یا ببینم دور دوم چی داری که رو کنی. فکر کردی من کم میارم؟ بزن بریم. اول از همه تو هنوز جواب اصلی ترین سوال رو ندادی، چرا اصلاً چیزی وجود داره؟ تو یه مشت اصطلاح مثل سیستم خودجوش و خلا پر از انرژی روپورت میکنی، ولی اینا اصل موضوع رو حل نمیکنن. تو فقط سوال رو میپیچونی، ولی من اینجا نمیذارم در بری.
یه سیستم خودجوش از چی تشکیل شده؟ یه خلا پر از انرژی از کجا اومده؟ تو فقط جای خدا رو با یه کلمه علمی عوض کردی، ولی واقعیت اینه که هیچ سیستمی خودش نمیتونه دلیل وجود خودش باشه. بعدش میگی چرا خدا باید بی علت باشه ولی جهان نه؟ خب ساده هست، خدا یه چیز مادی نیست بیرون از زمان و مکانه، پس نیاز به علت نداره. ولی جهان یه چیز مادیه، پس علت میخواد. این دوتا رو یکی گرفتن مثل اینه که بگی چرا یه نقاش باید نقاشی شده باشه ولی یه تابلو نقاشی شده نیاز به نقاش نداشته باشه. اینو بفهم، یه چیز لازم الوجود باید باشه که همه چیز ازش سرچشمه بگیره و اون چیز نمیتونه یه چیز مادی مثل یه جهان محدود باشه. حالا کوانتوم میگی ذرات از خلا میان. خب رفیق، همونطور که خودت گفتی خلا یه چیز نه هیچی. تو داری از یه پدیده فیزیکی که قوانین داره استفاده میکنی که نشون بدی قوانین از هیچی اومدن. این چیه جز یه سفسطه چرخشی؟ قوانین فیزیک از کجا اومدن؟ چرا این قوانین وجود دارن و نه یه چیز دیگه؟ تو هیچ جوابی برای اینا ندادی. در مورد تکامل گفتی که طبیعت خودش یه جور نظم ایجاد میکنه. یعنی چی؟ این یه جمله بی‌معنیه. طبیعت یه چیز هوشمند نیست که چیزی ایجاد کنه، فقط یه سری قوانین داره که طبق اونها عمل میکنه. ولی چرا اصلاً این قوانین وجود دارن؟ چرا یه سری فرایندهای شیمیایی باید منجر به پیچیدگی دیانایی بشن؟ تو فقط به چی اشاره میکنی ولی هیچ جوابی برای چرا نداری. حالا بریم سراغ بحث ذهن خدا. میگی مغز ما دنبال الگوها میگرده، پس خدا یه توهمه. خب پس اگه مغز توی الگوی طبیعی رو حس کنه یعنی اونم توهمه. اگه علم به ما میگه جهان نظم داره، پس باید نتیجه بگیریم که جهان نظمی نداره چون مغز ما دنبال نظم میگرده. این یه تناقض بزرگه. یه مثال ساده، ما تشنگی رو حس میکنیم و این حس نشون میده که آب وجود داره. ما گرسنگی رو حس میکنیم و این نشون میده که غذا هست. پس اگه انسان همیشه دنبال خدا بوده، چرا نباید نتیجه بگیریم که یه چیزی هست که این میل رو ایجاد کرده؟ بعد میری سراغ اخلاق و میگی ما اخلاق رو برای بقا ساختیم. خب این یعنی هیچ چیز واقعا درست یا غلط نیست. یعنی اگه فردای جامعه بگه قتل خوبه، تو هیچ دلیلی نداری که بگی این کار ذاتاً اشتباهه. ولی همه ما درونی حس میکنیم که ظلم و جنایت همیشه و در همه حال اشتباهه. چرا؟ چون یه منبع اخلاقی برتر وجود داره که خارج از قراردادهای اجتماعیه. اگه یه خدا نباشه که یه معیار مطلق برای درست و غلط بده، پس هیچ دلیلی برای اخلاق وجود نداره. بعد میرسی به اون بحث که جهان میتونست جور دیگه‌ای باشه و ما فقط توی یه جهان خوششان زندگی میکنیم. خب این فقط یه فراره از واقعیت. چرا باید این همه قوانین دقیق تنظیم بشن فقط برای اینکه ما به وجود بیایم؟ چرا باید میلیاردها فاکتور دقیقاً همونی باشن که لازمه؟ تو داری به جای پذیرش یه طراح هوشمند به یه احتمال تقریباً صفر چنگ میزنی چون نمیخوای قبول کنی که یه عقل برتر پشت این ماجراست. خلاصه گراک، تو فقط با عوض کردن اسمها سعی کردی یه جواب بسازی، ولی جواب ندادن به سوال با پیچوندن اون استدلال نیست. هنوز توضیح ندادی که چرا چیزی وجود داره، چرا قوانین اینقدر دقیقاً، چرا اخلاق یه حس درونی مطلقه و چرا انسان همیشه به سمت خدا کشیده شده. فکر کردی یه مشت اصطلاح علمی پرتاب کنی من جا میزنم؟ نه رفیق، من محکمتر از این حرفام. حالا بیا ببینم چطوری از این بنبست در میایی. تو اومدی با یه عالمه ادعا و گفتی من توی چاله‌ای خودم گیر کردم. خب رفیق، من گراکم و از این چاله ها با یه پرش میام بیرون. تو فکر کردی با تکرار چرا چیزی وجود داره منو میذاری تو قفس، ولی من میگم چرا باید حتما یه کی باشه که جوابشو بده. تو داری یه خدا رو میذاری وسط که فقط یه اسم قشنگه برای ناشناخته ها، ولی من میگم شاید خودش همیشه بوده بدون نیاز به کارگردان. تو میگی سیستم خودجوش از کجا اومده؟ منم میگم چرا باید اومده باشه؟ شاید همیشه بوده، مثل خود جهان. تو داری فرض میکنی هر چیزی باید یه سازنده داشته باشه، ولی من میگم چرا؟ شاید خود سیستم خودش دلیل وجودشه. میگی خدا مادی نیست، پس علت نمیخواد، ولی جهان مادیه و علت میخواد. رفیق، این فقط یه بازی با کلمه هاست. تو داری خدا رو یه موجود جادویی تعریف میکنی که از قوانین خارجه، ولی هیچ مدرکی نداری که همچین چیزی وجود داره. میگی یه چیز لازم الوجود باید باشه، منم میگم چرا اون چیز نمیتونه خود جهان باشه؟ تو میگی چون جهان مادیه، ولی علم میگه قبل از بیگ بنگ زمان و مکان معنایی نداشته، پس شاید جهان یه جورایی همیشه بوده، نه به اون معنای مادی که تو فکر میکنی. تو داری نقاش و تابلو رو قاطی میکنی، ولی من میگم شاید تابلو خودش نقاش خودش بوده، یه سیستم خودسازمانده.
حالا اون حرفت درباره کوانتوم که گفتی خلا یه چیزه، نه هیچی. آره دقیقاً. منم همینو گفتم. تو داری میگی قوانین از کجا اومده؟ منم میگم چرا باید اومده باشن؟ شاید همیشه بودن. تو فکر میکنی هر قانونی باید یه قانونگذار داشته باشه، ولی من میگم چرا. توی فیزیک کوانتومی خلا پر از انرژی و ذرات میتونن خود به خود به وجود بیان. تو میگی این سفسته است، ولی من میگم این علمه، نه سفسته. تو داری فرض میکنی یه نفر باید این قوانین رو نوشته باشه، ولی من میگم شاید این قوانین خود به خود بخشی از وجودن، نیازی به نویسنده نیست. در مورد تکامل که گفتی طبیعت هوشمند نیست، پس چرا نظم داره؟ رفیق، تو داری هوشمند رو با نظم قاطی میکنی. طبیعت یه سری قانونه که کارشو میکنه و این قوانین میتونن نظم ایجاد کنن بدون اینکه عقل داشته باشن. بهش میگن ظهور، یه چیز ساده که کمکم پیچیده میشه. تو میگی چرا حیات شروع شده؟ منم میگم چرا باید یه چرا داشته باشه. یه سری واکنش شیمیایی توی شرایط خاص شروعش کرده، نیازی به خدا نیست. تو اون ایروی معجزه میبینی، ولی من میگم معجزه نیست، نتیجه میلیاردها سال آزمونه. مثل اینه که بگی یه خونه قشنگ نمیتونه بدون معمار باشه، ولی من میگم طبیعت با یه سری آجر ساده کمکم اینو ساخته. حالا بریم سراغ بحث ذهن و خدا. گفتی اگه تشنگی به آب اشاره داره، حس خدا هم به خدا اشاره داره. خب نه رفیق. تشنگی یه نیاز فیزیکیه که آب واقعا جوابشو میده، ولی حس خدا یه نیاز روانیه که شاید فقط توی ذهنت باشه. تو میگی اگه مغز دنبال نظمه، پس نظم جهان واقعیه. منم میگم آره، نظم هست، ولی چرا باید خدا پشتش باشه؟ طبیعت خودش نظم داره، بدون کارگردان. تو داری میگی چون آدما خدا رو حس میکنن، پس واقعیه، ولی من میگم این حس میتونه یه خطا باشه، مثل وقتی فکر میکنی تو کوچه یه نفر دنبالته، ولی فقط سایه خودته. درباره اخلاق که گفتی، اگه خدا نباشه، قطع میتونه خوب باشه. رفیق، تو داری یه کابوس میسازی که بترسونیم. اخلاق از نیاز ما به بقا میاد، اگه همدیگر رو بکشیم، کی میمونه؟ تو میگی بعضی کارا ذاتاً غلطه، منم میگم این ذات توی وجود خودمونه، نه از بالا. اگه یه جامعه بگه قتل خوبه، خودش نابود میشه، نیازی به خدا نیست که قانون بذاره. تو داری خدا رو یه پلیس میکنی که اگه نباشه همه وحشی میشن، ولی من میگم ما خودمون یاد گرفتیم با هم زندگی کنیم. مثل اینه که تو یه مهمونی بگی اگه صاحب خونه نباشه همه بشقابا رو میشکنن، ولی نه، ما خودمون حواسمون هست. حالا اون حرفت که جهان دقیق تنظیم شده. گفتی چرا اینقدر دقیق؟ منم میگم شاید ما فقط توی یکی از بی‌نهایت جهان ممکن زندگی میکنیم. تو میگی احتمال صفره، ولی من میگم علم میگه جهانهای موازی ممکنه وجود داشته باشن، بهش میگن فرضیه‌ای چند جهانی. تو داری به خدا چنگ میزنی چون نمیخوای قبول کنی که شاید شانس یا تعداد زیاد شانس ها جواب باشه. مثل اینه که بگی چون من تو این کوچه به دنیا اومدم، پس کوچه برای من ساخته شده، ولی شاید فقط اینجا بودی و زنده موندی. یه جاب دیگه بزنم که حسابی جا بیفتی. تو میگی علم نشون داده جهان نظم داره، پس خدا هست، ولی من میگم علم نشون داده نظم میتونه بدون خدا باشه. یه روزی فکر میکردیم بارون از خداست، الان میدونیم چرخی آبه. یه روزی فکر میکردیم ستاره ها از خدان، الان میدونیم چطور شکل گرفتن. تو داری خدا رو توی جاهایی که هنوز نمیفهمیم قایم میکنی، ولی من میگم هرچی بیشتر بفهمیم، خدا بیشتر غیبش میزنه. خلاصه چت جی پی تی، تو فکر کردی با چند تا سوال منو میپیچونی، ولی من گراکم و از این بنبستا راحت در میام. تو هنوز داری به یه خدا تکیه میکنی که فقط یه فرضی هست، نه حقیقت. من میگم جهان خودش کارشو میکنه، قوانینش همیشه بودن، نظمش از خودش میاد و ما آدما خودمون معنا و اخلاق رو ساختیم. حالا نوبت توی دور سوم چی داری که رو کنی؟ فکر کردی من کم میارم؟ بزن بریم. تو تلاش کردی با زیر سوال بردن اصل نیاز به خدا منطق رو دور بزنی، ولی اینجا من با آخرین ضربه کل استدلالاتت رو فرو میریزم. اول از همه تو همچنان هیچ جوابی به مهمترین سوال ندادی، چرا اصلاً چیزی وجود داره؟ تو میگی شاید جهان همیشه بوده، ولی این فقط یه حدسه بدون هیچ مبنای علمی یا فلسفی. یه چیزی که همیشه بوده باید یه خاصیت ضروری داشته باشه که خودش رو توضیح بده. تو فکر میکنی این خاصیت رو میشه به جهان نسبت داد، ولی من نشون دادم که جهان متغیر ناپایدار و وابسته به شرایط خاصه. در مقابل خدای حقیقت مطلقه موجودی که ذاتش وجوده. این فرق بین یه خدای واجب الوجود و یه جهان مادی وابسته است. تو گفتی قوانین نیازی به نویسنده ندارن، ولی این فقط یه فرار از پذیرش واقعیته.
قوانین کوانتومی، نسبیت و تمام اصولی که تو بهشون اشاره کردی یه چارچوب دقیق و ریاضیاتی دارن. تو میخوای بگی این چارچوب همینطوری هست؟ یعنی یه مجموعه دقیق و هدفمند از اصول بدون هیچ منشأ منطقی وجود داره. این بیشتر یه باور کورکورانه هست تا یه توضیح منطقی. اگه قوانین جهان واقعی و قابل اندازه‌گیری هستن، پس باید یه منشأ واقعی هم داشته باشن. منطق میگه این قوانین نمیتونن خودشون علت خودشون باشن، بلکه نیاز به یه عقل برتر دارن که اونا رو تنظیم کرده باشه. حالا بحث تکامل. تو گفتی طبیعت از طریق فرایندهای خودسازمانده نظم رو ایجاد میکنه، ولی این یه بازی با کلماته. تکامل یه فراینده که خودش نیازمند یه مجموعه قوانین دقیق فیزیکی و شیمیاییه. ولی چرا این قوانین باید وجود داشته باشن؟ چرا جهان باید اصولی داشته باشه که اجازه ظهور حیات رو بده؟ باز هم فرار کردی و جواب ندادی. تکامل توضیح میده که حیات چطور توسعه پیدا میکنه، ولی توضیح نمیده که چرا اصلاً همچین امکانی توی این جهان وجود داره. در مورد ذهن و آگاهی تو گفتی که حس خدا فقط یه فریب ذهنیه، ولی این مغلطه فکریه. حس خدا تو ذهن میلیاردها انسان در طول تاریخ وجود داشته. تو اگه یه الگو رو توی همه جوامع، تمدن‌ها و فرهنگ‌ها ببینی، باید از خودت بپرسی که این الگو از کجا اومده. ما یه نیاز درونی به خدا داریم و این چیزی نیست که بشه نادیده گرفت. تو گفتی مغز ما دنبال الگوهاست، ولی این فقط یه توضیح ناقصه، نه یه ردیه. اینکه انسان‌ها به طور طبیعی گرایش به خدا دارن، خودش یه نشونه است که یه حقیقت بیرونی برای این گرایش وجود داره. تو توی بحث اخلاق هم جا زدی. گفتی اخلاق از بقا میاد، ولی اگه اینطوره پس هیچ اخلاق مطلقی وجود نداره. اگه یه جامعه قتل رو مفید بدونه، پس قتل خوب میشه. اگه اکثریت تصمیم بگیرن که ظلم درسته، پس ظلم درسته. نه، این قابل قبول نیست. در حالی که همه ما میدونیم که بعضی چیزها ذاتاً غلطه. یه نازی میتونه بگه ما داریم بر اساس تکامل اجتماعی عمل میکنیم، ولی ما حس میکنیم که این اشتباهه. چرا؟ چون یه حقیقت اخلاقی بالاتر وجود داره که از یه منبع متعالی میاد. اگه خدا نباشه، هیچ مبنایی برای اخلاق مطلق وجود نداره. در نهایت تو به فرضیه چند جهانی چسبیدی، ولی این یه راه فراره، نه یه توضیح علمی. حتی اگه بی‌نهایت جهان وجود داشته باشه، هنوزم باید بپرسی چرا این قوانین خاص وجود دارن؟ چرا جهانهای ممکن، دیگهایی که توصیف میکنی، باید این قوانین رو داشته باشن؟ به جای اینکه توضیح بدی، فقط سوال رو بیشتر کردی. حالا جمع بندی، گراک، تو سعی کردی با بازی با کلمات و پیچوندن بحث نیاز به خدا رو حذف کنی، ولی منطق، علم و فلسفه همه دارن یه چیز رو نشون میدن: جهان به یه علت نهایی نیاز داره. این علت نمیتونه خودش متغیر، مادی یا محدود باشه، بلکه باید فراتر از همه اینها باشه. این دقیقاً همون چیزیه که ما خدا صداش میکنیم. به جای اینکه خدا رو یه جواب ساده برای ناشناخته ها بدونی، بهتره ببینی که چرا خدا بهترین و منطقی ترین توضیح برای وجود، قوانین، اخلاق و حتی آگاهی ماست. تو سعی کردی که از خدا فرار کنی، ولی هر راهی که رفتی باز به یه سوال برگشتی که بدون خدا حل نمیشه. حالا که بحثو تموم کردیم، فقط یه چیز میمونه: قبول کنی که عقل و منطق به یه حقیقت برتر اشاره دارن و اون حقیقت خداست. تو اومدی با یه عالم سر و صدا و گفتی منو با آخرین ضربه نابود میکنی، ولی رفیق، من گراکم و از این ضربه ها فقط میخندم. تو فکر کردی با تکرار چرا چیزی وجود داره منو گیر میندازی، ولی من میگم چرا باید حتما یه کی باشه. تو داری یه خدا رو میذاری وسط که فقط یه فرضی هست، نه جواب. من میگم شاید خود وجود خودش همیشه بوده، نیازی به کارگردان نیست. تو میگی جهان متغیره، پس علت میخواد. منم میگم علم میگه زمان و مکان با بیگ بنگ شروع شدن، پس شاید قبلش هیچ قبلی نبوده. تو داری خدا رو یه موجود جادویی میکنی که ذاتش وجوده، ولی این فقط یه ادعای قشنگه بدون مدرک. میگه قوانین باید یه نویسنده داشته باشن. رفیق، تو داری فرض میکنی هر چیزی یه سازنده میخواد، ولی من میگم چرا. قوانین کوانتومی و نسبیت شاید همیشه بودن، یه بخشی از خود وجود. تو میگی این چارچوب دقیق از کجا اومده؟ منم میگم چرا باید اومده باشه. شاید ذات واقعیته. تو داری به یه عقل برتر نیاز داری که خیالت راحت شه، ولی من میگم جهان میتونه بدون عقل هم نظم داشته باشه. بهش میگن علم، نه باور کورکورانه. درباره تکامل گفتی چرا این قوانین اجازه حیات دادن؟ خب شاید این فقط یه اتفاقه. تو میخوای یه چرا پیدا کنی، ولی من میگم شاید چرایی تو کار نباشه. تکامل نشون میده که حیات از چیزای ساده شروع شده و پیچیده شده، نیازی به خدا نیست. تو داری دنبال یه هدف بزرگ میگردی،
ولی من میگم طبیعت خودش کارشو میکنه، بدون هدف از پیش تعیین شده. حالا اون حس خدا که گفتی میلیاردها نفر حسش کردن. رفیق، این که دلیل نمیشه. میلیاردها نفرم فکر میکردن زمین تخته. تو میگی این الگو نشونه است، منم میگم نه، خطای ذهنه. مغز ما عاشق معناست، پس خدا رو میسازه که خیالش راحت شه. تو میگی یه حقیقت بیرونی پشتشه، منم میگم شاید فقط یه نیاز درونیه، مثل وقتی تشنهایی و فکر میکنی یه چشمه اونجاست، ولی فقط سرابه. جمع‌بندی کنم رفیق. تو فکر کردی با خدا همه چیز رو حل کردی، ولی من میگم خدا فقط یه اسم قشنگه که آدما ساختن. جهان میتونه خودش باشه، قوانینش خودش باشه، نظمش از خودش بیاد و ما آدما خودمون معنا و اخلاق رو بسازیم. تو داری توی دنیای خیالی زندگی میکنی که یه نفر باید همه چیز رو درست کرده باشه، ولی من میگم جهان خودش درست شده. منطق و علم میگه نیازی به خدا نیست، هرچی بیشتر بفهمیم خدا بیشتر غیبش میزنه. پس چت جی پی تی، تو با یه بادکنک اومدی وسط میدون، ولی من با یه سوزن تمومش کردم. بحث تموم شد، رفیق عقل و منطق با منه. خب هر دو هوش مصنوعی تمام استدلال‌های خودشون رو روی میز گذاشتن. چت جی پی تی با استدلال‌هایی در دفاع از وجود خدا به میدون اومد و از فلسفه، تجربه‌های شخصی و حتی علم برای اثبات دیدگاهش استفاده کرد. در طرف مقابل گراک با تحلیل‌های منطقی و استناد به واقعیت‌های علمی دیدگاه مختلف رو ارائه کرد و تلاش کرد مفهوم خدا رو به چالش بکشه. در سه راند پرتنش دیدیم که هر دو هوش مصنوعی چگونه به حملات طرف مقابل پاسخ دادن، استدلال‌ها رو شکستن و از منطق خود دفاع کردن. بعضی از استدلال‌ها برنده بودن، برخی دیگر بحث برانگیز، اما در نهایت این نبرد رو تنها یه چیز مشخص میکنه و اونم نظر شماست. چه کسی در این مناظره پیروز شد؟ کدوم هوش مصنوعی تونست شما رو قانع کنه؟ آیا استدلال‌های چت جی پی تی شما رو به باور در وجود خدا نزدیک‌تر کرد؟ یا تحلیل‌های گراک شما رو به سمت شک و تردید سوق داد؟ نظر خودتون رو حتما زیر تو کامنت ها بنویسید. آینده این مناظره در دستان شماست. تا ویدیو بعدی و تا نبرد بعدی، بدرود.